امروز سیمای دیگری از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو میخونیم. ستاره دیگر از ستارگان آسمان هدایت، از عصر نبوت، از مدرسه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از شاگردان فارغ التحصیل نسل اولیه اسلام. بله، این شخصیت اسعد ابن زراره هست. اسعد ابن زراره رضی الله عنه. ببینیم ایشون کی هست، در مورد شخصیت ایشون بیشتر شناسایی پیدا کنیم و آشنایی تا برامون روشن بشه. بله، اسم اسعد ابن زراره شاید خیلی از ماها نشناسیم. همونجوری که من بارها و بارها گفتم، بسیاری از این اسامی صحابه متاسفانه از اذهان مسلمانان پنهان شده به علل متفاوت. یکی اینکه بالاخره مسائل فرهنگی و شناخت دینی ما پایینه، دو به خاطر اینکه خود دعوتگران متاسفانه نسبت به تاریخ صدر اسلام و یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیلی آگاهی ندارن، سوم اون حب دینی متاسفانه ضعیفتر شده و شاید بسیاری عوامل دیگه، نویسندگان کمتر به اون پرداختن. اسعد ابن زراره هم یکی از همین شخصیت هاست که متاسفانه بسیاری نسبت به ایشون شاید آشنایی نداریم. فضل و بزرگواری ایشون، مجاهدت های ایشون و بالاخره خدماتی که ایشون در مسیر دعوت اسلامی در شهر پیامبر در مدینه النبی داشته و این زحماتی که ایشون کشیده و ایشون هم در واقع ستاره ای از ستارگان آسمان هدایت و شاگردان مهم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. ایشون جزو سابقین اولین صحابه و یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حساب میاد و این نیاز هست برای هر کدوم از ما که این تاریخ ها رو بشناسیم. مخصوصا جوانان ما باید این قهرمانان نسل اولیه بالاخره این دعوت الهی، دعوت به خیر و نیکی رو نسبت بهش شناسایی داشته باشن. این صحابی بزرگوار دارای فضایل و روحیات متفاوت هست، دارای بخشندگی فراوان هست، دارای اخلاق خوب و قدرتمند هست، دارای فکری بسیار پخته و صاحب تدبیر هست و همه اینها رو که بذاریم کنار، ایشون از قبیله بنی نجار هست و جز قهرمانان و برگزیدگان و سواران و شجاعان قبیله بنی نجار به حساب میاد و جایگاه ایشون هم نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جایگاه خیلی خاصی بهره‌مند هست و چه بسا که واقعا اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم واقعیت اینه که وجود نداشت ما هم اینها رو نمیشناختیم. این در واقع به حقیقت و برکت اسلام هست. این اسلام هست که این چیزها رو فراهم میکنه و انسان رو در این شرایط قرار میده. این فضیلتی است که خداوند محمد صلی الله علیه و سلم رو به پیامبری برگزید و این برگزیده شدن پیامبر فضل و برکتی از جانب الله رب العالمین هست که برای همه پیروان ایشون فراهم شد، به ویژه نسل اولیه و یاران و شاگردان ایشون که از این بهره مند شدن. بله، این اسعد ابن زراره اولین شخصی است که از قبیله انصار و از قبیله خزرج، یا کنید از انصار مدینه و از قبیله خزرج مسلمان میشه. یعنی اولین شخصیت هایی که در مدینه مسلمان شدن که یثرب سابق باشه از قبیله خزرج بود و اولین فرد هم این اسعد ابن زراره نقل شده هست. و خب ایشون 3 عقبه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرده. حالا برخی 2 عقبه رو نقل کردن، عقبه اولا، عقبه ثانیه، اما در واقع قبل از همون عقبه اولا هم باز یک ملاقات چند نفری با پیامبر وجود داشته که ایشون در همون ملاقات اولیه هم با پیامبر بوده که برخی این رو 3 عقبه حساب کردن و ایشون اصطلاحاً یکی از نقبا هست. پیامبر برای اهل مدینه و انصار مدینه 12 تا نقیب که با هر طایفه یک نقیب، یک نماینده‌ای با پیامبر خدا به عنوان نماینده پیامبر باشه، انتخاب شده باشه به عنوان چیزی که بالاخره بوده. و جالب اینجاست که این یکی از همون نقبای 12 گانه هست که پیامبر انتخاب کرده. میگه اینجا آورده در تاریخ نقل میکنه که در عقبه اولا که 3 نفر بودن، 6 تا بودن یا 7 تا یا 8 تا، ایشون یکی از اونها بود. در عقبه دوم که 12 نفر بودن با پیامبر بیعت کردن، ایشون یکی از اونها بوده. در عقبه سوم که 70 نفر اصلا سال بعد میان بیعت میکنن که باز در اونجا میبینید این یکی از اونجا هست که پیامبر 12 نفر به عنوان نقیب یا اون نماینده انتخاب میکنه اصطلاحاً، که این یکی از همونها هست که اسعد ابن زراره به عنوان قبیله خودش بنی نجار اینجا چیکار میشه؟ انتخاب میشه و ایشون جزء بزرگان صحابه هست، جزء برگزیدگان صحابه. نگاه کن وقتی سخن صحابه میاد این رو جدی بگیریم. اینها دقیقاً شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حلقه ارتباطی اولیه دعوت آسمانی بر روی زمین، شخصیت‌های پرورش یافته در مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اهمیت و فضایل اینها خیلی زیاده. اینکه خود پیامبر میگه الله الله فی اصحابی،
اینکه خدای در مورد اصحاب من تو حواست یعنی به اینها بهشون توجه الله رو خدا جلب میکنه، میخواد خدا رحمت بکنه، میگه بعد از من خشم اصحابو نگیرید، بغض نگیرید. نگاه کنید اینا نکاتیه که خیلی مهمه. وقتی سخن از یاران میگیم مسائلی نیست که سرسری از کنارش رد بشیم. اگر شاگردان اولیه این مدرسه، این برنامه الهی آسمانی، این شاگردهایی باشن که همه رفوزی شده باشند و تجدید شده باشند و بالاخره ناتوان باشند که کل این بعثت پیامبر، اصلا خود عدالت خداوند و همه اینها زیر سوال میره. در هر صورت ابن اسیر وقتی که داره صحبت میکنه در مورد اسعد ابن زراره، در تاریخش نقل میکنه که اسعد ابن زراره ابن اودس، انصاری، خزرجی، نجاری، و میگه اسعد بهش گفتن اسعد خیر هم بهش گفتن. کنیه ایشون ابو امامه هست. شاید تو خیلی از روایت ها ایشون رو به نام ابو امامه یا مباحث تاریخی شنیده باشید. نقل میکنه ابن اسیر هو اول انصار اسلام، یعنی اولین شخصیت هست که از انصار اسلام رو پذیرفت و در واقع ایشون میگه سبب شد که اهل مدینه به مکه بیان و با پیامبر چیکار بکنن؟ بیعت بکنن. و اشاره شده که ایشون به مکه اومد با همراه ذکوان ابن عبدالقیس هست که میگه اینها اون موقع پیش عتبه ابن ربیعه میرفتن. خب در مورد عتبه ابن ربیعه گفتیم دیگه، اون شخصیت جاهلی قریش و اشرافی که مقابل پیامبر بود و بالاخره حالا در جنگ بدر هم به هلاکت رسید. میگه پیش عتبه ابن ربیعه میرفتن و خب اونجا دیدن بله صحبت میشه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب کنجکاو شدن بریم ببینیم این کی هست و چی داره میگه. خب عرب بود. جالب اینه که اون موقع برخلاف خیلی از انسان‌های امروز که یه چیزی رو میشنون و فقط همون رو قبول میکنن، این گونه هم نبودن. همون عرب جاهلی میخواست بره تحقیق کنه، تفحص کنه، ببینه چی میشه. رفتن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. رسول خدا به اینها اسلام رو عرضه کرد، برای اینها آیات قرآن رو خوند، دیدن حق میگه پیامبر، سخن حقیه و دیگه به نزد عتبه ابن ربیعه نرفتن تا اینکه بالاخره اینها مسلمان شدند و به مدینه برگشتند. و اینها وقتی به مدینه برگشته بودن دیگه مسلمان شده بودن. نکته رو داشته باشید، نکته خیلی قابل اهمیت، این چیزی که مورخین نقل میکنن. همینجوری ابن اسیر در دنبالش این مطلب نقل میکنه، میگه اسعد ابن زراره در عقبه اولا، ثانیه و ثالثه بود. همونجوری که من گفتم، حالا خیلی از مورخین فقط میگن 2 تا عقبه هست، ابن اسیر میگن 3 عقبه. و اینو در اینها با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرد که در اون به عقبه اولا میگه 6 نفر بودن یا 7 نفر یا 8 تا بودن، در عقبه ثانیه 12 نفر بودن و در عقبه ثالثه که سومی باشه میگه 70 تا مرد بودن که بالاخره اونجا با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. که نکته‌ای که وجود داره، 2 تا زن هم با اینها همراه هستن و ابو امامه به عنوان نقیب برای قبیله بنی نجار از جانب پیامبر انتخاب میشه، به عنوان نماینده. نکته‌ای که اینجا وجود داره این دعوت پیامبر هست و این گفتگویی که در این دعوت‌ها و این پیمان‌های عقبه در این جریان بسته میشه. اشاره میشه که اسعد ابن زراره وقتی مواردی رو میشنوه در مورد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و این دعوت پیامبر، خب ایشون خودش آماده میکنه برای پذیرش این دعوت و انتقال این دعوت و اینی که بعد اهل مدینه رو هم تشویق میکنه به حقیقت، یعنی به عنوان اولین افرادی است که از اهل مدینه اسلام رو به اونها انتقال میده علیرغم رنج‌ها و سختی‌هایی که بالاخره این مسیر دعوت داره. تصور کنید یک فردی حقیقتی رو پذیرفته یا یک بالاخره فکری رو داره در یک جامعه‌ای که این فکر تا به حال ندیدن، نشنیدن و 100% مخالف فکرش خودشون خواهد بود، این رو بخواد انتقال بده. و خب این نکته خیلی قابل تأمل هست که در اینجا اشاره اومده و ایشون بالاخره همه این موارد رو در همون نکته اول پذیرفت و در مسیر اون حرکت کرد. اینجا نقل شده که در هر صورت میگه که ایشون بالاخره با تعدادی از انصار در سال 11 هجرت به مدینه اومد. بعد از این جریان یعنی در سال 11 دعوت پیامبر به مکه اومد. در سال 11 دعوت پیامبر با جمعی از اهل مدینه به مکه اومد که اینجا در واقع بیعت عقبه اولا هست که باز در سال بعد که 12 بیعت پیامبر هست که عقبه ثالثه هست که عقبه ثانیه که اینجا اشاره میکنه، اینجا اومد چیکار کردن؟ باز اومدن با 70 نفر با پیامبر بیعت کردن. نگاه کنید در مدینه 2 قبیله حضور داشتن، قبیله‌ای که غیر از یهودی ها، یکی قبیله اوس، یکی قبیله خزرج، که اینها همجوار بودن و همسایه با یهودیایی که در مدینه بودن. یهودی‌ها از سالها قبل اونجا اومده بودن به این امیدی که پیامبری شنیده بودن از این منطقه برانگیخته خواهد شد. گفتن پس داریم پیامبر از میان ما باشه، چون اینها به دنبال موعود خودشون بودن.
اوس و خزرج در واقع دو تا برادر از یه پدر مادر بودن، دو تا برادر از یه پدر مادر بودن که بعدها مثلا میشن فرزندان اونها پسر عموها با هم دیگه. و اصالتا هم اینا از یمن هستن، اصالتا از یمن هستن، از قبیله سبع که هجرت کرده بودن اومده بودن به همین یثرب که مادر اینها رو گفتن قیله بنت کاهل ابن قزاعه و همین سبب اینها رو میگن ابناء قیله. اگه شنیدید یه وقتی اوس و خزرج رو گفتن ابناء قیله، به خاطر اینکه مادرشون قیله بود و از سبع بود و از یمن بوده که اونجا اومده بودن. کتاب‌های تاریخ و منابع تاریخی نقل میکنن که بالاخره گاهگاهی بین این قبیله اوس و خزرج به خاطر همین مسائل خانوادگی و مسائل جاهلی دیگه، عرب جاهلی، جنگ‌های رخ میداد و این شعله‌های جنگ خیلی گاهی شعله‌ور و سنگین میشد و افراد زیادی از طرفین کشته میشدن، با اینکه اینا همه با هم پسرعمو و فامیل بودن. و اون حرب بعاث در مدینه مشهور هست که خیلی‌ها کشته شدن و به برکت اسلام بود که این عداوت و دشمنی به برادری تبدیل شد. خوب دقت کنید، خداوند میگه واذکروا نعمت الله علیکم، بیارید نعمت خدا رو بر خودتون. این خیلی مفسرین به همین نقل کردن، اذ کنتم اعداء، شما با هم دشمن بودید. اهل مدینه واقعا اوس خزرج دشمن بودن، جنگ‌های طولانی، چند صد سال این جنگ ادامه داشت، 120 سال بعضی میگن این جنگ ادامه داشته در تاریخ. میگه جنگ‌های طولانی، الف بین قلوبکم، خداوند بین قلب‌های شما چیکار کرد؟ الفت ایجاد کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به خاطر نعمت این اسلام این جنگ‌های قبیله‌ایتون، این نفرت و دشمنی پایان پذیرفت و شما با یکدیگه برادر شدید. و امام طبری دقیقاً اشاره میکنه که میگه اینجا که خداوند به مؤمنان میگه یاد بیارید اون نعمت خدا رو، نعمتی که شما با هم دشمن بودید، یکی به خاطر شرک و به خاطر خرافاتی که بود همدیگر رو میکشید، عصبیت‌های قومی که داشتید چون خدا رو اطاعت نمی‌کردین، بت‌های متعدد و خدایان متعدد بود و اطاعتی نبود، چیزی نبود. اما به برکت اسلام خدا شما با هم متحد شدید، تابع قرآن شدید، با هم برابر شدید، برادر شدید و سخنتون یکی شد. و در ادامهش امام طبری میگه این نعمتی بود که شامل انصار شد و الفت اسلام بین اینها محبت و دوستی ایجاد کرد. و این جنگی که گاهگاهی بین اوس و خزرج بالاخره رخ میداد و در تاریخ ادبیات و تاریخ عرب و ادبیات اون نقل شد، این جنگ ها و دشمنی ها که 120 سال بود این جنگ ها، میگه چیه؟ به پایان رسید و به دوستی تبدیل شد. باز همین ابن جریر نقل میکنه از ابن اسحاق که میگه این جنگ ها بین اوس و خزرج 120 سال بود تا اینکه اسلام اومد و این جنگ ها رو به دوستی تبدیل کرد، جنگ هایی که به دشمنی و بین اونها به جنگ و بدبختی تبدیل شده بود و اینا همه سبب شد که دوستی و محبت پدید بیاد. خب تا همینجا داشته باشیم، ادامه داستان اسد بن زراره میذاریم برای جلسه بعد. تا اون موقع خدایا رو نگهدارتون باشه.